سلام علیکم دوستان عزیز، برادرای قدردان. هر وقت که در می شهر تمام شهرها میرم، زیق میشم، میام کم ترگن می سرمدر انمی زانوی مادر رو میمونم، عصبکام آرام میشم. و بعد ده در راستی گپ اینا سیوی خونگی، بادرینگ خونگی، تخمی خونگی، این تخمای خونگی خیلی فرق بکنن او تخمو. این زردالو کسی که عصباش هم خیلی کم ترک ویران میشوه، این مرمت بیای سر زانوی و چش دا سر شب بمونه. بهترینش همیه که همین سرت در کتف مادرت میمونی، همه غم اندوه فراموش میشه. و یه چی دیگر هم قید کرده بگم که کسانی که مادر دارن این کارا کرده میتونن. کسانی که مادر ندارن چیکار میکنن؟ خب سر قبرش بروند دعا کنن، یک هفته دعا کنن برای مادرای گذشتگی، دعا کنن. چیزی که در قشلاق مقصد که خوردنی بابای همین عصبات بخوای که آرام کنی، همه وقت بده هم به پیش پدر و مادر بیاین، عصباتون آرام کنی. واقعی سربلند خانه آباد باشید. من کم ترک خواب دارم، با ما چقچق میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، شرکت محیدین، آدرس مترو ودنی استادیوم. کسانی که میخوان که گرانیت گذارن، مرامت در همین رقم زنگ زنن.